این پسر از لای در دستشویی میبینه معلمش 2 تا دندون نیش داره و زیر دندونای مصنوعی پنهانشون میکنه. پسر حسابی وحشت میکنه و از دستشویی فرار میکنه. اما چند دقیقه بعد معلم به همه بچهای داخل کلاس یه شکلات میده و همه بچه‌ها با خوشحالی شکلاتا رو میخورن. فقط پسری که به شکلاتش دست نمیزنه، چون اون مطمئن معلمش یه نقشه‌ای براشون کشیده. یهو پسر میبینه دوستش میخواد شکلاتشو بخوره و سریع یه نامه مینویسه و براش پرت میکنه. اما معلم پسر رو میبینه و بهش میگه اگه یه بار دیگه شلوغ کنه به جای شکلات خودش خورده میشه. توی زنگ تفریح پسر به دوستاش میگه معلمشون یه خوناشامه، ولی روز بعد همه همکلاسیاش که شکلات خورده بودن حسابی گیج و منگ میشن. یهو معلم یه شکلات دیگه به پسر و دوستاش میده و ازشون میخواد شکلاتا رو بخورن، ولی خوشبختانه یهو زنگ میخوره و پسر و دوستاش فرار میکنن. اما همون شب